این گوشی ریلمی با این قیمت واقعا برگریزونه. ریلمی برای این گوشی از یه باتری 7200 میلی آمپر ساعتی و شارژر 100 واتی در نظر گرفته که توی 18 دقیقه 50% و توی 47 دقیقه 100% شارژ میشه. چیپست این دستگاه دیمنسیتی 9400 ای مدیاتک که بزرگترین فرکانسش 3.4 گیگاهرتزه. برای خنک‌سازی این گوشی هم از یه محفظه بخار به ابعاد 7700 میلیمتر مربع استفاده شده و با وجود موتور GT2 مصرف انرژی کاهش و سرعت پرداخت گرافیکی افزایش پیدا میکنه. صفحه نمایش هم که واسه این گوشی در نظر گرفته شده 6.8 اینچ OLED 144 هرتز و 6500 نیته. توی بخش دوربین هم کلا دو تا لنز در نظر گرفته شده، 5 مگاپیکسلی اصلی و آلترا واید 8 مگاپیکسلی. برای سلفی هم یه 16 مگاپیکسلی در نظر گرفته شده. اسم این گوشی نئو 7 توربوه و دو تا رنگ مشکی و سفید نیمه شفاف داره و با اندروید 15 و ریلمی یو آی 6 عرضه میشه. شروع قیمتی این دستگاه هم از $280 که تو کانفیگ پایه 12256 گیگه و تو گرانترین حالتش $374 که 16512 گیگه. با این قیمت واقعا هم کرکوپرش میریزه.